سلام، به چنل من خوش اومدین. آقا من دیروز رفتم برای خودم کادو گرفتم. البته این کادو خیلی بزرگ، ولی بذارید بهتون نشون بدم. درن بچه ها، من خیلی وقته که از کرم لانژ استفاده میکنم. حدودا مثلا 1.5 سال اینا میشه. منتها این دفعه که رفتم بگیرم و اینا، انقدر توی اینستاگرام این کرم کره‌ای رو دیدم که اصلا اینجوری بودم که چقدر این خوبه. اسمش جیسونه. بعد این میگم خدایا. و این دفعه که رفتم سفورا داشتش. البته 2 تا چیز دیگه هم گرفتم که بعداً با هم تست میکنیم. ایناست، یه دونه تینت لبه و یه دونه خط لب. اول میخواستم افتاد. بذارین بازش کنم بهتون نشون بدم. اول که اینه، من اصلا هیچ آرایشی هم ندارم الان زیر چشامم، که به خاطر اینکه خیلی سر کار میرم و اینکه شبا بعضی وقتا شب کارم، زیر چشم این شکلی میشه که به بزرگی خودتون باشین. همینی که هست. خیلی هم خوشگلم. خب اینه کرمه. قشنگ معلومه من که از این برمار میام. حالا بازش کنیم. نسبت به قیمت لانیژ خیلی پایین تر بود. منتها من عاشق لانیژم دیگه. حالا گفتم اینو بگیرم امتحان کنم ببینیم چطوریه. این هم چیزشه، قاشقکشه. اول صبحم هست. گفتم براتون یه کوچولو کرم بزنیم که واقعا تستش رو روی صورت ببینید. از این درا هم داره. پکش این شکلیه. بخاطر اینکه حروم نشه و چقدر زیاد شد. اینم بافتشه. اصلا هم بو نداره. حالا ترکیبات داخلش هم براتون میخونم ببینید خوشتون میاد یا چی. چقدر نرمه. یه دونه تو سفورا که رفتم یه دونه کرم کره‌ای بود که ضد آفتاب خیلی ترند شده. نمیدونم دیدید یا نه. وقتی میزنی سفیده، بعد که میمالی رو صورتت رنگش عوض میشه عین کرم پود. یعنی رنگدونه های پوستتو میگیره. انقدر خوب بود. ولی خب خیلی گرون بود. 45 یورو 48 یورو یه همچین چیزی. بچه خیلی نرمه. آخ وای چقدر خوب بود. نگاه، خیلی خوب بود. خوشمان آمد. یه کوچولو اولش یه کوچولو چسبنکه، ولی فکر کنم از ایناییه که مثلا بمونه چیز تر میشه. یعنی قشنگ کامل جذب میشه به صورتت، خورده صورتت میره. ولی واقعا خوب بود. خوشمون اومد. پوستتون اگه مثلا اویلی باشه، چرب باشه و اینا، پوستتون رو بالانس میکنه. یعنی اوکی میکنه هر جور باشه پوستتون. منتها من موقع که اینو خواستم بخرم، دختره به هم گفتش که این برای پوسته حساس خیلی خوبه و اونجا که من پوستم خیلی حساسه خیلی خوبه. ولی گفت اگه پوستتون روغنی و چربه و اینا، اینو بهتر استفاده نکنید، همون لانیژ استفاده کنید، خیلی بهتره. یه بار دیگه هم بهتون نشونش بدم. اینم از ویدیو امروز من. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. فعلا